خب پیج کاریمونم ساخته شد. این کار توسط گروه ما انجام شده و به 3 زبان برنامه‌نویسی HTML، CSS و جاوا اسکریپت نوشته شده. سعی کردیم واسه طراحی این سایت از خاصیت و متدهای ویژه‌ای استفاده کنیم و ویژگی‌های منحصر به فردتری استفاده کنیم که شاید توی سایت‌های دیگه ندیده باشین یا کمتر باش مواجه شده باشین. در ادامه به بررسی این سایتمون میپردازیم. میبینیم که در سمت چپ بالا لوگومون وجود داره و پایین تایتل، عنوان و یه نوشته‌ای هست و دکمه ثبت سفارش هم پایین هست که در ادامه تکمیل‌تر خواهد شد. اگر به منوی سمت راست بالا و چشمک زن نگاه کنید، این منو به این شکل طراحی شده و میبینین که یه حالت 3 بعدی بودن وجود داره و به این شکله و میبینین که به این شکل طراحی شده. خب رنگ پشت زمینه هم نگاه کنید که از رنگ سرمه‌ای تا رنگ سفید طراحی شده و به این حالت هاله‌ای در اومده و میبینین که اون سمت چپ هم لوگومون هست. منوی ورودمون به این شکله و به قسمت ثبت نام و ورود میپردازیم و میبینیم که تایتلش به این شکل زنده‌ای هست و به این شکل طراحی شده و شما میتونید این حالت رو توی این سایتمون مشاهده بفرمایید. قسمت ورود، قسمت ایمیل و رمز عبور به این شکل هستن و اگر حساب کاربری هم نداشته باشید میتونید به این قسمت ایجاد حساب مراجعه کنین و کلمه ایمیل و رمز عبور رو وارد کنین و اقدام به ثبت نام انجام بدین. و در ادامه به قسمت نمونه کارهامون میپردازیم. توی این قسمت تایتل که بهتون گفتم به این شکل هست طراحی شده. توی این قسمت ما تمام کارهای طراحی سایت، طراحی اپلیکیشن و یا دیتا ساینس که توسط گروه ما انجام میشه توی این سایت قرار خواهیم داد و با این دوتا دکمه میتونین به بخش‌های مربوطه به این شکل مراجعه بفرمایید و به این نوشته‌ای که پایین نوشته شده هم دقت بکنید که با فشردن اینا حالت ریسپانسیو بودن بهشون دست میده و توی قسمت ورود به بخش هم با آوردن دکمه کلیکتون میبینین رنگش عوض میشه. و گفتم که این سایت یه نمونه اولیه از سایت کاریمونه و در ادامه خیلی بیشتر تکمیلتر و جذابتر خواهد شد. در نهایت قسمت ارتباط با ما هم اینجا وجود داره که شما میتونید شماره تماس، ایمیل و اینستاگراممون رو در سمت راست مشاهده کنین و آیکون هایی که میبینیم به این شکل طراحی شدن و یا میتونید توی این قسمت به ما ارسال پیام داشته باشین. ممنون از لطفتون.